بعدی بیکار کردن نتیجه آوازهی در حوزه رقمی 13 مقامات انتخاباتی قرقیزستان اشتراک نامزدهای این حوزه را در آوازهی تکراری منع کردند. یکی از این نامزدهای همکنون ناراضی آیگل قرابیک و میگوید وی بیگناه جزا میگیرد. عبدالجبار بیکماتوف یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان به قانونی بودن قرار باور دارد. وی میگوید برابر با نصب تلفن‌ها دیگر حالتهای قانون ویران کنی هم بود، مثل مداخله به جریان آوازدهی، محدود کنی آوازدهی و مانع شدن به کار کمیسیون انتخاباتی. دادگاه می تواند که قرار کمیسیون را بیکار کند. هر کسی از 14 نامزد اگر به قانون ویران کنی هایی که من گفتم هیچ دخل ندارند می توانند از حق خود استفاده برده و برای بیکار کردن قرار مراجعت کنند. قرار ما این است که هیچ نفرشان دیگر اشتراک کردن نمی توانند. در قانون کنستیتوسیونی معیار مشخص است. نامزدهایی که به اعتبار دانستنی نتیجه ها ربط دارند. ما سندها را به ساختارهای دخلدار سپردیم. بعدی بیکار کردن نتیجه های آوازدهی در حوزه 13 هم در شبکه ها دعوت های نوی برای سنجیدن حوزه های دیگر هم پیدا شد. پیشتر وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت که در پی آوازدهی روز یکشنبه به پارلمان قرقیزستان علیه 12 نفر 9 پرونده جنایی با اتهام خریدن رأی ها ترتیب داده شده است. نتیجه های نهایی انتخابات باید تا 14 دکامبر اعلان شوند.